پوهنتون شهر کابل هستم، جایی که دوستان عزیز به طرف کارت سخی میبره. این پوهنتون را که در تصویر میبینید دوستان عزیز پوهنتون طبی کابل است که مطمئنا دیگه همگی بسیار کم از مردم اگر باشه دیگه بدون از اونا همگی آرزویشان خواندن درس در این پوهنتون است. چرا که دیگه گفتم میتونم دوستان عزیز که درجه اول ترین یک دکتر باید تقریبا حدود 45 تا 1.5 ساعت در نوبت استاد شوین، حتی اگر مریضتان اضطراری باشه. دیگه دوستان عزیز به اون خاطر این بسیار یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ از شفاخانه است و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلاتشون همین است. دوستان از خانه های مسکونی و دیگه سلام و درود نثار شما خوبان و عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز امروز در یکی از جاده های هستم که بیشتر محصلین و کسانی که در پوهنتون های دولتی شهر کابل کامیاب شدن خاطره دارن. اینجا ما در جاده پوهنتون شهر کابل هستم، جایی که دوستان عزیز به طرف کارت سخی میبره. این پوهنتون را که در تصویر میبینید دوستان عزیز پوهنتون طبی کابل است که مطمئنا دیگه همگی بسیار کم از مردم اگر باشه دیگه بدون از اونا همگی آرزویشان خواندن درس در این پوهنتون است. چرا که دیگه گفتم میتونم دوستان عزیز که درجه اول ترین بهترین و از هر لحاظ بهترین پوهنتون افغانستان همین پوهنتون است که در تصویر بیننده هستیم و این طرف هم دوستان عزیز پوهنتون عمومی کابل است که بقیه پانزه ها و رشته ها را درس میده. بین پیاده رو بریم دوستان عزیز کم کم درخت های پوهنتون کابل هم میبینید دوستان عزیز. خوب یک پوهنتونه که زیبا و همونطور عالی هست. این طرف هم دوستان عزیز اما مجموعه پوهنتون طبی هست و باز بیشتر که بریم کوچه چی میه دوستان عزیز شفاخانه فرانسوی ها میه که از نظر من دوستان عزیز تا جایی که دیدیم دیگه شفاخانه ها را در کابل یا هر چیز شفاخانه فرانسوی ها از دکترینش گرفته تا امکانات و همه چیزش در سطح کابل اول است. باور کنیم مریضایی را دیدیم دوستان عزیز که در هیچ جای شفا پیدا نکردن، اگرچه شفا دهنده الله است، اما دکترانی که در اینجا وسیله میشن در این شفاخانه وسیله میشن از بهترین دکتران افغانستان هستن. این رو من به صراحت میتونم بگویم، چرا که واقعا دیدیم امو روششان کارشان و همه چیزشان. اما دوستان عزیز یک بدی بسیار کلان شفاخانه داره که واقعا بسیار زیاد آزار دهنده است. این شفاخانه دوستان عزیز به خاطر از این امکانات چی داشت یکی از مزدحمترین شفاخانه های شهر کابل است و شما به خاطر رفتن پیش یک دکتر باید تقریبا حدود 45 تا 1.5 ساعت در نوبت استاد شوین، حتی اگر مریضتان اضطراری باشه. دیگه دوستان عزیز به اون خاطر این بسیار یکی از نقطه ضعف‌های بزرگ از شفاخانه است و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلاتشون همین است. شفاخانه اتاتورک هم دوستان عزیز اطفال اتاتورک هم البته همیتون است. این سرک دوستان عزیز اخیر کنیم طرف بالا طرف کارتی سخی میره که مطمئنا همگیتان اوجره میشناسین.
یا هم دوستان عزیز اگر اشتباه نکنم حمله ها هستن به خاطر محصلین یا دکتران یا هر کس دیگه. ساعت 3:30 به وقت کابل هست دوستان عزیز و 4 دیگه رخصت میشن مامورین میگم اونا رو فکر کنم میبرن. درآمد دوستان از خانه‌های مسکونی و دیگه این بخش هم مربوط به پوهنتون کابل میشه. این مجموعه دیگه دوستان عزیز کلا مربوط به پوهنتون کابل میشه تا اون طرف تا کارت سخی و اون طرف ترش که هم مربوط به اینستیتوت علوم تکنیکی و مسلکی شهر کابل میشه. این طرف اینستیتوت های دیگه هم هست، یعنی هم کلش که مربوط به وزارت تحصیلات است، یعنی ساحه علمی هست دوستان. کابل هنوزم دوستان عزیز بسیار داغ است و هیچ سرد نمیشه. البته دیگه تابستان است و هم ماه حسد و این چیزا رو دیگه باید عادی در نظر بگیریم. طرف هم گیاه کار رشد کرده درختک ها دوستان عزیز. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، خاطراتتان تازه شده باشه. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان.